سلام، امروز اومدیم روش درست کردن ویدیوهای متحرک و کوتاه رو به شما آموزش بدیم. خب اول میایم تو هوش مصنوعی تصویرساز که لیستش رو داخل کانال گذاشتم، یکی از اونها رو انتخاب میکنیم. من کوپایلت رو انتخاب کردم. میام اینجا پرامپت رو میدم و میگه که صبر کن تا درست شه. اینم تصویر درست شده است. خب اینو دانلود میکنیم. بعدش میایم تو هوش مصنوعی ویدیو ساز. من ویدیو AR رو انتخاب میکنم. میزنیم و واردش میشیم. بعد دکمه ترای ویدیو رو میزنیم تا سایت یکم مشکل داره تا منتظر بشیم بر اینجا. بعد ایمیج تو ویدیو رو میزنیم. خب انگار سایت یکم مشکل داره. خب رفت. بعد اینجا ما روش میزنیم. عکسی که داریم این رو انتخاب میکنیم. بعد منتظر میشیم تا آپلود بشه و اینجا پیست میکنیم پرامپتی رو که داده بودیم تا تصویر درست کنه. و این هم با یه تصویر دیگه درست کرده بودم که میاره و اینجا بعد از آپلود تصویر اینجا میاره که شما میتونین ویدیو رو کردیت کنین. و حالا این یه ویدیویی که من قبلا درست کردم و اینها آورد. الان میذاریم کردیت کنه. خب میایم پایین منتظر میشیم تا درست کنه. خب این پایینی هم مثل ویدیو بالایی هستش. اینجا تصویر و پرامپت رو داده بودم و گفتم که این تصویر رو متحرک کن و همین ویدیو رو داخل کانال براتون قرار دادم. خب اینو کنسلش میکنیم. میایم اینجا تصویر رو عوض میکنیم. این یکی تصویر رو باید بدم. خب منتظر میشیم تا آپلود بشه. میذاریم بره و اینجا شما میتونین انتخاب کنین که تکست تو ویدیو باشه، یعنی متن بدین تا ویدیو درست کنین، یا ایمیج تو ویدیو. و اینجا میتونین این تصویر رو که میدین اینور میگین که اول از این تصویر درست کنه، از این تصویر استفاده کنین و اینجا میتونین یه تصویر بدین که بگین آخرش بیاد به این تصویر ختم بشه. و من دوباره دکمه کرییت رو میزنم و بله میگه که باید کردیت داشته باشی. و این رو هم بگم که هر ایمیل، برای هر ایمیل این هوش مصنوعی 100 تا کردیت میده. یعنی و برای درست کردن هر ویدیو هم 4 کردیت میگیره. یعنی شما میتونین چند تا ایمیل مختلف داشته باشین تا براتون کردیت های زیادی رو بهتون بده. و منتظر میشیم تا این رو درست کنه. من ویدیو رو استاپ میکنم و منتظر میشم که ویدیو درست بشه و بعد از درست شدن بهتون نشون میدم. خب انگار اون تصویر ایراد داشت و ویدیوش درست نشد. من تصویر رو عوض کردم، با همون پرامپت یه تصویر دیگه دادم و ویدیو درست شدهش میاد میشه این ویدیو که شما بعد از درست شدن ویدیو میزنین روش، این دکمه رو میزنین و دانلود رو میزنین تا دانلود بشه و بعد میتونین با پرامپت های دیگه و یا با تصویرهای مختلف میتونیم ویدیوتون رو با اینجور هوش مصنوعی ها متحرک کنیم. مرسی، ممنون از توجهتون به این ویدیو.